بالاخره بعد از 4 ماه مجدد این غول زیبای دوست داشتنی ما بوئینگ 777 300 ER برگشت و باز هم از دیدنش ذوق زده شدیم. بسیار بسیار زیباست. موتور GE90 115B یکی از بهترین موتورها و در حال حاضر بزرگترین موتور توربوفن جهان هست. این موتورها رو من قبلا بارها توضیح دادم، اما باز هم بعضی از دوستان سوال پرسیده بودن در مورد بایپس موتور. بایپس موتور به این بخش گفته میشه، این فضای خالی که شما میبینید که اون جلو فن قرار داره و اینجا بهش میگن بایپس. مهندسان به این نتیجه رسیدن که بایپس بزرگتر باعث تراست بیشتر میشه، یعنی تراست یعنی نیروی جلو برندگی بیشتر. و این بخش اگزاست، شما اینجا توربین رو میبینید و این هم اگزاست کون بهش گفته میشه. این هم پایلونه که به بال وصله و موتور رو نگه میداره. داخلش پر از اتصالات هیدرولیکی هست و سیستم های مختلفی درش وجود داره که هوای موتور رو تامین بکنه، سیستم هیدرولیک رو تامین بکنه و چیزهای مختلف دیگه. من حتی راجع به این چاین هم قبلا توضیح دادم، راجع به خود فن توضیح دادم و شما میتونید با دیدن ویدیوهای بیشتر در همین پیج اطلاعات بسیار مفیدی رو از هواپیما و سوالاتی که ذهن شما رو درگیر کرده، حتی اینکه هواپیما بوق داره یا نه، هم به دست بیارید. موفق و پیروز باشید.